سلام رفیقا، امروز آمدیم به جزایر قناری، بهشتی در دل اقیانوس اطلس با سواحل طلایی، آبهای فیروزه‌ای و طبیعتی بکر. مقصدی بسیار ایده‌آل برای عاشقان ماجراجویی و آرامش. از پیاده‌روی در کوهستان تا استراحت در کنار ساحل. در این ماجراجویی همراه ما باشید. ما قرار است که 7 روز طلایی را در این جزیره بگذرانیم. امروز برای پیاده‌روی در ساحل و بازدید از ساحل شنی معروف این جزیره بیرون آمدیم. به پیاده‌روی در ساحل ادامه می‌دهیم. این هم از ساحل معروف شنی جزیره که در ضلع جنوبی جزیره قرار دارد. این تپه‌های شنی شباهت زیادی به تپه‌های شنی کشور امارات دارد. من در حال خواندن ایمیل های کاری و از جبر زمانه مجبور به رقص ساحلی. این تپه‌های شنی درس زندگی میده که پایین رفتن از آنها خیلی آسان است، اما وقتی که شما رو به بالا میایی بسیار سخت است. آب و هوای جزیره بسیار معتدل است و در کل سال بین 20 درجه تا 35 درجه سانتیگراد هست.